سلام، غزاله فیروز هستم از شرکت شریپوینت سولوشنز. در این فیلم قصد دارم شما را با محیط مدیریت منابع انسانی آشنا کنم. این محیط با نیازسنجی از اداره منابع انسانی پژوهشگاه تامین اجتماعی طراحی شده و در همین سازمان هم پیاده سازی شده. در حال حاضرم کلیه فرآیندهای منابع انسانی این سازمان با استفاده از این محیط در حال انجام و رسیدگی. کلیه نیازهای موجود در اداره منابع انسانی در این فضای کاری دیده شده، مثل لیست‌های پرسنلی، لیست‌های آموزشی، خدمات رفاهی، محاسبه حقوق و مزایا، صدور احکام و بروزرسانی سالانه احکام و همچنین فرایند درخواست و تایید مأموریت و مرخصی. یکی از امکانات این سیستم اینه که تمام لیست‌های مرتبط به یک فرد در دو پرونده آموزشی و پرونده پرسنلی نگهداری میشه. پرونده پرسنلی در واقع صفحه‌ایه که کلیه لیست‌های مربوط به کارکنان در آن قابل مشاهده و دسترسیه. این لیست‌ها شامل مشخصات فردی پرسنل، احکام صادر شده برای فرد، سوابق آموزشی و سوابق رفاهیه. پرونده پرسنلی اطلاعات خودش رو از لیست کارکنان دریافت میکنه. لیست کارکنان مشخصات فردی و سوابق فرد رو نشون میده. مدیران با دسترسی‌های مشخص میتونن به سوابق کارکنان دسترسی داشته باشن. سوابقی مثل سوابق ارزیابی عملکرد. دومین پرونده آموزشیه. این پرونده حاوی کلیه سوابق آموزشی فرده، مثل دوره‌های ثبت نام شده و جاری، دوره‌های لغو شده و نیازسنجی آموزشی. کلیه لیست‌های آموزشی و سوابق اونها بایگانی میشه. این پرونده در واقع مجموعه ای از لیست‌های مرتبط به هر کارمنده. در بخش خدمات رفاهی، کلیه سوابق خدمات دریافت شده نگهداری میشه. لیست هایی مثل وام های دریافت شده، خدمات درمانی، خدمات مسافرتی و تعاونی. مثلا در لیست وام، نوع وام، شرایط پرداخت اقساط و تاریخ دریافت و بازپرداخت وام ها مشخص شده. به همین ترتیب کلیه اطلاعات مربوط به قسمت‌های دیگه هم بایگانی میشه. علاوه بر لیست‌های موجود در این محیط، میتوان بر اساس نیاز هر سازمان فرم‌های جدیدی طراحی کرد، مثل حکم پرسنلی. حکم پرسنلی هر فرد در واقع فرمیه که اطلاعات خودش رو از بانک اطلاعات افراد دریافت میکنه. اطلاعاتی مثل سابقه، حقوق پایه و باقی مزایا به طور خودکار محاسبه میشن. حکم هر فرد سالانه به طور خودکار به روز رسانی میشه. مأموریت و مرخصی. کلیه کارکنان میتونن درخواست خود رو در لیست مأموریت و مرخصی ثبت کنن. در این لیست نوع مرخصی، تاریخ شروع و پایان و مدیر مسئول ثبت میشه. سپس آن دسته از درخواست‌های ثبت شده که نیاز به تایید دارن به مدیر مسئول مربوط ارجاع میشن. این فرایند به طور خودکار انجام میشه و شخص مسئول هر روز روی صفحه اصلی لیست مواردی رو که باید تایید کنه میبینه. بدین ترتیب درخواست ها میتونن تایید یا رد بشن. امیدوارم که این فیلم کوتاه مفید باشه. متشکرم. خداحافظ.